شما با این مردم مگه رفراندوم برگزار کردین که تا آخر قیامت ما باید با آمریکا بجنگیم؟ اگه مردم گفتن نه نمیخوایم بجنگیم، میخوایم صلح کنیم، میخوایم 2 تا امتیاز هم بدیم، مگه پیامبر تو صلح حدیبیه چند تا امتیاز نداد به کفار قریش؟ 5 تا امتیاز پیغمبر داد، 2 تا امتیاز گرفت. من حاضرم بر این سخن تاوان بدم اگر اشتباه میکنم که آقا بالای 50% این مردم به سیاست‌های حاکمیت معترضن. ما مهمترین سوالمون از حاکمان این هست. به این یک سوال هنوز پاسخ ندادن. این مردم اگر اعتراض دارن غیر از صندوق‌های رأی که اگر حاکمان هوشیار باشن، خود صندوق‌های رأی نشانه بزرگ همراهی و یا عدم همراهی این مردم که تو این دوره نشون داده. امام یه روزی فرمود میزان رأی ملت است. آیا میزان رأی ملت است؟ فقط زمانی که به من رأی میدن میزان رأی ملت است. اگه یه روزی مخالفت با من رأی دیگه اون روز میزان رأی ملت نیست. حاکم اسلامی بایستی همیشه استعفاش تو جیبش باشه، چون ما به نام دین و به نام خدا داریم حکومت میکنیم، چون ما به یه جهنمی هم اعتقاد داریم، اونا ندارن. یکی از چیزایی که امام علیه الشاه همین فقر و فلاکت مردم بود. خب قرار بود که تو دولت ما دیگه فقر و فلاکت نباشه. شما میان یهو اینو میندازین رو گردن دشمن. زمان شاه که تحریم نبود ما تحریم، شاه که 8 سال جنگ نداشت ما جنگ داشت. حرفا چیه؟ این حرفا اصلا دیگه به کت مردم نمیره. بسیار از تحریما رو خودتون با قصر